سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو من. پریا هستم. خوشحال میشم منو دنبال کنید. بریم با هم یه غذای فوق‌العاده خوشمزه رو درست کنیم. سیب زمینی، فلفل دلمه، پیاز، گوشت چرخ کرده. سیب زمینی رو سرخ میکنیم. بعد پیاز و فلفل رو سرخ میکنیم. میذاریم یکم سبک میشه. بعد گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم. حالا میذاریم حسابی با هم سرخ بشن. زردچوبه رو اضافه میکنیم. پودر دارچین، فلفل سیاه، نمک به مقدار لازم، یه قاشق سرپر رب، حالا قشنگ سرخ